سلام بچه‌ها، خوش اومدین به این ویدیو. تو این ویدیو من میخوام در مورد هدف صحبت بکنم که واقعا هدف چیه؟ ما به چی میگیم هدف؟ هدف رو خودمون انتخاب کردیم یا بقیه برامون انتخاب کردن؟ اصلا چجوری هدفمون رو پیدا بکنیم؟ چجوری مسیرمون رو پیدا بکنیم؟ ما از بچگی که بزرگ شدیم، ما رو گذاشتن مدرسه و به ما گفتن هدف اینه که درس بخونی و بشی شاگرد زرنگ کلاس. بشی مشقاتو بنویسی، بشی یک کلاس، از همه بهتر باشی. اصلا بدون که خودمون بدونیم به ما گفتن هدف اینه که بشی شاگرد یک، بدون که اصلا دلیلش رو بدونیم، بدون که بدونیم چرا باید این کار رو بکنیم. جلوتر که رفتیم به ما گفتن بعد 4 سال 5 سال درس بخونی، بری کنکور بدی، بشی دکتر یا مهندس. اگه دکتر یا مهندس نشی، هیچ ارزشی تو جامعه نداری، هیچ آدم به درد بخوری نیستی. اصلا بدون که خودمون انتخاب بکنیم که چه کار می‌خوایم بکنیم برای آیندهمون، به ما گفتن یه دکتر یا مهندس هیچی. بدون که خودمون بخوایم فکری بکنیم در مورد زندگیمون، بدون که بخوایم کاری بکنیم، به ما گفتن هدف اینه. جلوتر که رفتیم یه شغلی پیدا کردیم، هدف ما این شد که سابکار رو راضی نگه داریم. هدف ما این شد که کار کنیم سابکار ناراحت نشه یه وقت کار بهمون نده، بیمه نده، حقوق نده، نمیدونم شغلمون رو ازمون بگیره، کارمون رو بگیره. هدف ما شد راضی نگه داشتن سابکار. جلوتر که رفتیم کلی وام، کلی بدبختی، کلی بدهی بالا بردیم که یک خونه، یه ماشین، یه وسیله، یه چیزی بخریم. نه اینکه برای خودمون استفاده کنیم خیلی همون اینا رو می‌خریم که مثلا مردم میگن وای نگاه کن عجب خونه‌ای، عجب ماشینی، عجب وسیله‌ای داری. اینا رو رفتیم انجام بدیم که نه برای خودمون، برای بقیه. جلوتر که رفتیم کلی بدهی، قسط، وام، رفتیم مسافرت، رفتیم بگردیم. نه اینکه برای خودمون بریم بگردیم نه اینکه بریم از مسیر سفر لذت بریم، نه اینکه بریم روحمون رو تازه بکنیم. رفتیم سفر که یک استوری اینستاگرام بذاریم، ویورا میگن واو، مثلا دو تا لایک کنن بگن بابا دمت گرم عجب جاییه، و مثلا اصلا ما خودمون از سفرمون لذت نمیبریم. خودمون نمیریم سفر که روحمون تازه بشه، ذهنمون باز بشه، زیبایی ببینیم. میریم سفر که 4 تا استوری اینستاگرام بذاریم، کلی هزینه میکنیم، کلی کارهای مختلف انجام میدیم، کلی وسیله میخریم، کلی لباسای که اصلا نیاز نداریم میخریم که یه دقیقه پست بذاریم، یه دقیقه استوری بذاریم، مثلا مردم اینو نگاه کن. میریم کلی لباس میخریم، کلی یه سری لباسایی میخریم چون ترنده اونا رو میخریم، چه اصلا ما خودمون اون لباسا رو خوشمون نیاد. اونو میخریم که مثلا رد بشیم مردم میگن واو مثلا نگاه کن چه لباسی داره. این چه طرز فکریه؟ چرا ما هر کاری میکنیم برای دیگرانه؟ چرا ما هر کاری میکنیم تو بقیه راضی نگه داریم؟ چرا ما یک اقدام کوچیک برای راضی نگهش خودمون انجام نمیدیم؟ و خودمون چی؟ خودمون چی کاره این وسط؟ چرا کل هدف ما شده راضی نگه داشتن این اون، راضی نگه داشتن بقیه؟ چرا یک اقدام کوچیک برای راضی نگه داشتن خودمون ما انجام نمیدیم؟ چرا هیچ کار کوچیکی برای خودمون، رضایت خودمون انجام نمیدیم؟ کارمون شده رضایت دادن به بقیه. نه اینکه من بخوام بگم به بقیه آسیب برسونیم نه اینکه من بخوام بگم فقط خودمون، اصلا بقیه هیچی، اصلا برو بقیه رو اذیت کن. نه، من میگم اگه من خودم کمک کردن بقیه رو خیلی دوست دارم، در صورتی من میتونم به بقیه کمک کنم که به خودم اول کمک بکنم. وقتی ما خودمون توی یه سری مشکلات گیر کردیم، خودمون رو کامل نشناختیم، مسیرمون رو نشناختیم، چجوری میخوایم به بقیه کمک بکنیم؟ چجوری میخوایم دست بقیه رو بگیریم وقتی خودمون هنوز دست خودمون رو نگرفتیم، وقتی خودمون هنوز تو مشکلات خودمون گیر کردیم؟ چجوری میخوایم این کار رو بکنیم؟ چجوری میخوایم به بقیه کمک بکنیم؟ تو این دنیا هر کسی یک هدفی داره بچه‌ها، هر کسی یک طرز فکری داره. ما 8 میلیارد 9 میلیارد جمعیت داریم، به ازای هر نفر یک فکر و طرز فکر و ایده وجود داره. هدف یکی پدر بودن خوبه، هدف یکی مادر خوب بودن، هدف یکی رفیق خوب بودن، هدف یکی اینکه پولدار شه، هدف یکی اینه که زندگی خیلی معمولی داشته باشه. هر کسی یک هدف متفاوتی داره. هدف یکی ورزشکار بودن، هدف یکی سالم بودن، هدف یکی کتاب خوندنه. اگه مثلا شاید هدف یکی اینه که خونه خیلی معمولی داشته باشه و یک ماشین خیلی معمولی، اصلا دوچرخه داشته باشه، پیاده بره.
قرار نیست که اون چون هدفش اونه ما اونو مسخره کنه میگه اون بدبخته، اون آدم به درد بخور نیست، اون هیچی نیست. ما همه یکی هستیم، هیچ خوب و بدی وجود نداره، فقط هدفمون متفاوته. شاید یکی رد تو خیابون معتاد باشه بگین چیه، اون هدفش اون بودی که معتاد باشه. هیچ قضاوتی هم در کار نیست. اگه شما یه هدفی داری و میخوای هدفتو پیش ببری، اصلا اهمیتی نداره مردم چی میگن. تو یک مسیر داری، یک هدفی داری، یک طرز فکری واسه خودت داری، دوست داری اونو پیش بری، ولی همش فکر مردمی که مردم چی میگن من میخوام این کار انجام بدم، مردم چی میگن من بخوام علاقمون دنبال بکنم. اصلا مردم اهمیتی ندارن. مردم از روز اول تاریخ تا الان دارن حرف میزنن. اونا نمیدونن تو فکر رو چیه، اونا نمیدونن چی تو رو راضی نگه میداره. اونا فقط چیزی میگن که اونا راضی نگه میداره. اونا فقط با دیدگاه خودشون به تو نگاه میکنن، به مسئله تو نگاه میکنن. شاید توی مسئله که تو هستی، یک داستانی که تو هستی، اون مسئله به تو حال بده و به تو لذت بده. ولی اون کسی که میاد تو رو قضاوت میکنه درکی از اون مسئله نداره و اون مسئله براش اهمیتی نداره، پس بیا تو رو قضاوت میکنه، میگه این خوب نیست، میگه این کار انجام نده. مردم نسبت به دیدگاه خودشون تو رو نگاه میکنن. مردم همیشه حرف میزنن، اصلا اهمیتی نداره که چی میگن. تو باید مسیر و خواستی افکار خودتو پیش بری. هر چیزی میتونه باشه هدف تو. چون ما واقعا باید خیلی بیشتر به خودمون کار کنیم. ما توی یه سری افکار گیر کردیم، تو اینکه مردم مورد نگهداریم گیر کردیم، پس خودمون چی میشیم این وسط؟ چرا ما همش داریم سعی میکنیم این اون رو راضی نگه داریم؟ اول ما باید سعی کنیم تو زندگی خودمون رو راضی نگه داریم. وقتی ما با خودمون در صلح باشیم، با خودمون در عشق باشیم، میتونیم به بقیه هم کمک بکنیم. و وقتی خودمون تو مشکل هستیم، با خودمون مشکل داریم، افسردگی داریم، نمیدونم از خودمون ناراحتیم، اعتماد به نفس نداریم، حالمون بده، چجوری میخوایم به اینون کمک بکنیم؟ شما بهتون میگم وقتی اعتماد به نفس کافی داشته باشید، رو خودتون کار بکنید، اصلا دیگه براتون اهمیتی واقعا نداره مردم چی میگن. مسیر خودتو پیش میری. حالا یه سریاتون شاید بیاین بگین ما نمیدونیم هدفمون چی، اصلا هدفمون چجوری پیدا بکنیم. یک ورق کاغذ بیارین، یه نفس هم قبلش بکشین. از فکر اینستاگرام و این رفیقم اینو دوست داره و اون چی گفت و نمیدونم اون اینو دوست داره و تبلیغات اینستاگرام بیاین بیرون. 10 تا یا 20 تا چیزی که همین الان داشتن شما رو خوشحال میکنه بنویسین توش. همین الان داشتن شما رو خوشحال میکنه. نه اینکه مثلا شما یک پراید هم نداری بنویسی من لامبورگینی خوشحالم میکنه. تا اول بعد بنویسی پراید منو خوشحال میکنه. داشتن یک ماشین معمولی منو خوشحال میکنه. هر چیزی میتونی بنویسین. پیدا کردن رفیق باشه، رفتن به باشگاه باشه، رفتن به رستوران باشه، مسافرت رفتن باشه، خرید لباس باشه، خوندن کتاب باشه، دیدن یه فیلم باشه، پیدا کردن شغل جدید باشه، خرید خونه باشه. هر چیزی که الان شما رو خوشحال میکنه اونو بنویسید. همین الان داشتن شما رو خوشحال میکنه. شاید مثلا هفته دیگه، یه ماه دیگه، این چیزی که الان نوشتین شما رو خوشحال نکنه. این چیزی که الان شما رو خوشحال میکنه این هدف شماست و این چیزی که شما ببرین دنبالش. شاید اون چیزی که الان شما تو دفترت نوشتی منو خوشحال نکنه، برای من اهمیتی نداشته باشه، فقط شما رو خوشحال میکنه چون این هدف شماست. هر کسی یک طرز فکری داره، هر کسی یک افکاری داره. قرار نیست که چیزی که شما دوست داری یا اون چیزی که اون دوست داره همه دوست داشته باشن. مردم چرا قضاوت میکنن؟ چون اینا یه چیزی دوست دارن،
بعد شما دوست نداری اون مسیر رو پیش بری، پس هم قضاوتت میکنم که چرا این دوست نداری. بابا اون اصلا یه دنیای دیگه داره، توی دنیای دیگه داری. تو فکرت یه چیز دیگه میگذره، اون فکر اون یه چیز دیگه میگذره، هیچ وقت نمیتونی فهمی تو فکر اون چی میگذره. شاید چیزی که اونو خوشحال میکنه تو رو خوشحال نکنه، شاید چیزی هم که تو رو خوشحال میکنه اونو خوشحال نکنه. چیزی که واقعا از ته قلب الان احساس خوبی بهت میده اون هدف توه. هر چیزی میتونه باشه، میتونه مهاجرت باشه، میتونه دیدن یک رفیق باشه، چیزای کوچیک یا بزرگ فرق نداره، میتونه سلامتی باشه. شاید یه سری‌ها مشکل سلامتی داشته باشن که دارن ویدیو رو میبینن. هدف شما داشتن سلامتی میتونه باشه، ورزش کردن میتونه باشه، چیزی که الان خوشحالت میکنه، چیزی که امروز داشتنش خوشحالت میکنه، نه فردا نه پس فردا، چیزی که امروز داشتنش خوشحالت میکنه اون هدف توه و بری دنبالش. این میشه هدف تو. و قرار نیست که چون هدف تو اینه هدف بقیه این باشه. و بذارین مردم هر چی میخوان بگن. مردم همیشه حرف میزنن، نمیدونن که تو چی تو رو خوشحال میکنه، هدف تو چیه. مثلا چیزی که شاید اونجا تو نوشتی تو ورقه تو دفترت به یکی نشون بدی، بگه بابا اینا چی، اصلا اینا چقدر سطح پایینه. مهم نیست، اصلا به کسی نشون ندین هدفتون، اصلا به کسی نگین چی باید انجام بدین، چون اونا نمیفهمن چه حسی داره به تو میده اون هدفها، چون حسو به اون نمیده که به تو میده. مثلا شاید خرید یک گوشی موبایل جدید برای من حس جالبی مثلا خوشحالم نکنه زیاد، مثلا چیز خاصی برای من نیست، ولی شاید شما رو خیلی خوشحال بکنه، شاید برای شما که هدف باشه. هیچ قضاوتی هم در کار نیست، هر چیزی که فکر میکنی شما رو خوشحال میکنه بنویسید. بچه‌ها خیلی خوشحال شدم که تا اینجا ویدیو باهاتون بودم. تو این چنل من قراره خیلی مطالب بیشتر در مورد پیدا کردن هدف بهتون میگم، بالا بردن اعتماد به نفس، اینکه چگونه ذهنمون رو کنترل بکنیم، چگونه خودمون رو بشناسیم، چجوری دنیای خودمون رو بسازیم. اگه این مطالب رو دوست دارین حتما چنل من دنبال بکنین، لینک ویدیو هم برای هر کی فکر میکنه به کارش میاد ارسال بکنین. بچه‌ها ما واقعا باید بیشتر به خودمون کار کنیم، از طرز فکرای بیهوده بیایم بیرون، چون واقعا این هیچ تأثیری زندگیمون نداره. مرسی که تا اینجا ویدیو با هم بودین. تا ویدیو آموزش های دیگه، فعلا.